بازم کنی؟ بابا سلام آقای اصغری، پاسا دوست، امسال آشنا، امسالم اومدی داخل این مدرسه تدریس کردی. خدایا چرا هم باز اینا آورد اینجا؟ خدایا خیلی خوب شد اومدی اینجا. اصلا وقتی شما اینجا نیستین ما شاداب و خوشحال و سرگردون میشیم. ببخشید شرمنده، یعنی اینکه دبرس میشیم، حالمون اصلا یه جورایی استفراغ میکنیم وقتی هست، یعنی وقتی نیستی. خب دیگه چه خبر؟ سلام ایمونی نکنم من شما رو یه روز نبینم و خوشحالی پرواز میکنم. بابا سلام آقای اصغری، این یه تز برخورد با مدیر نمونه است. بله چشمم روشن، دست میکنه داخل دماغش میخوره. اون انگوشو بده که بکنی اونجا، بکن داخل گوشت. آره. آقا پدرمو از دست دادم. پسرم چرا جواب نمیدی؟ اصغری این که تو که میگفتی بابا من از دست رفته. تو پدر من نیستی ای مرد بد. خوبه تو بیدم بش. اگه پدرت نیست به تو بش. این چیه مرد بد؟ اینو به دوز بگی میاد سرتو بیخ تا بیخ میبره. تو پدر من نیستی ای بیپ بیپ بیپ. حق با تو، من ناپدری تو هستم.